اندیشه شما در جامعه امروزه ما دوستی بیشتر در پایه چی صورت میگیرد؟ برادر عزیز، با اندیشه شخصی من دوستی در جامعه امروزه ما مالی می باشد. برای اون که من یک چند دوستایی داشتم که در وقتی مقصد در وقتی داشتگیم قطیمه بودن، که وقتی مثال خیلی ما تجارتگر مثال به بانکروت است و خیلی میگن مثال یک چند چیزا میگن، مثال به این نمیشه. وقتی ما بانکروت شدیم در نزد ما یکم دوستم نموند. همون خاطر ما فکر میکنم که دوستی درباره مال میروه. مال داشته باشی دوست بسیاره، مال نداشته باشی دوست نداری. مرحمت، به اندیشه شما دوستی حقیقی چگونه دوست است؟ دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. من مثلا دوستم را از روی محبت و انسانگری خود میشناسم، نه بلکه از روی ثروت مال. باید هر یک شخص دوست را در پستی و بلندی دستگیری نماید. خب به اندیشه شما در جامعه امروزه ما دوستی بیشتر در پایه چی صورت میگیرد؟ کم بسیار نماید پشتی پول بسیار دختراده خیلی هر خلاصه کرده. خیلی پشتی ناتوری ناز میبینه، خیلی پشتی پول مقدر نه. این دوستی بین بگیم دو پسر دو جورگی میگیم و دیگر بینش چی نظر دارید؟ خیلی یک جوره گودکی باشه خیلی از بسیار استایده کیداد میکنه، مثلا یکی اون چیز دیگه مثلا نه دوست باشه همین جوره گودکی ده. در همین زمانه ما با دوستی باور ندارم، برای که همه دوستی ها روی پول و مال، روی همین بایگری، برای ما دوست پدر مادر برادر خواهر میباشد. دوستان سه نوع اند و بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. بنانی نام بده از در بیرانش، ستایش کن به یاران زبانی. ولیکن دوست جانی را به دست آر، برایش جان بده گر میتوانی. مرحمت دوست، نسبت دوستی در جامعه امروزه ما چی نظر دارید؟ در پایه چی صورت میگیرد؟ برای یکدیگر فهمی، عشق محبت. بسیاری دادم خیلی برای پلو خیلی باعثه که جورایی که یکدیگر هم میفهمن، کودکی جوان یاردم میتن یکدیگر، خیلی جورا است. با جورایی یک هستن که میبینن نعمت بسیار پل بسیار دوری با جورگری میکنن. نه جورای حقیقی نه دبر است، یا همه وقت میفهمه یکدیگر هم میفهمه. همه جورگری. شخصا شما مثال بگذار با دیگر پسران از روی چیشون دوستی پیدا میکنید؟ کدام خصلتشون، کدام خصوصیتشون؟ روی خصلت باوری، اگر باوری کنن دوست کردن آسانه، اگر خیلی نکنن خیلی مشکله.